هممون این لحظه رو تجربه کردیم. یه بحث کوچیک شروع میشه و 2 دقیقه بعد میفهمی داری سر اینکه کی در یخچالو باز گذاشته درباره کل تاریخ رابطتون بحث میکنی. اما دعوا خودش رابطه رو خراب نمیکنه. طرز رفتار بعد از دعواست که تعیین میکنه رابطه نابود میشه یا نه قوی‌تر ادامه میده. پس بیا با هم یاد بگیریم چطور بعد از دعوا رابطمون رو نجات بدیم. احساسات مثل نوشابه میمونه. وقتی تکونش دادی، اگه درش رو همون لحظه باز کنی، همه چی میپاشه بیرون. پس موقعی که حس میکنی داری منفجر میشی، نرو سراغ حل مشکل. برو یه قدم بزن یا با گلدونات درد و دل کن. فقط فاصله بگیر تا آروم بشی. خیلی‌ها موقع حرف زدن دنبال برنده شدنن. ولی رابطه که مسابقه نیست. به جاش سعی کن بفهمی چرا اون ناراحته و تو چه نقشی داشتی. یه جمله طلایی هست که معجزه میکنه. میفهمم چرا ناراحت شدی. قصد من این نبود. همین جمله ساده 70% بحرانای رابطه رو تموم میکنه. این جملات سمیان مثل تو همیشه اینطوری، تو هیچ وقت منو درک نمی‌کنی. باعث میشن طرف مقابل حس کنه کل وجودش زیر سوال رفته. به جاش بگو وقتی این کارو کردی من احساس کردم. اگه اشتباه کردی عذرخواهی کن بدون اما. نگو ببخشید ولی تو هم. بگو ببخشید اشتباه کردم. همین جمله ساده میتونه یخ رابطه رو آب کنه. هیچ رابطه‌ای بدون دعوا نیست، اما اگه یاد بگیری بعد از هر اختلاف چطور دوباره همدیگر رو بفهمین، اون رابطه تبدیل میشه به یه تیم واقعی، نه 2 نفر که فقط دارن همدیگر رو تحمل میکنن. اگه با هم موافقی لطفاً دکمه استاپو بزن.